سلام و عرض ادب خدمت دوستان. تحلیل در واقع سمگا رو انجام میدیم. من باز دوباره تحلیل کردم و متاسفانه صدا بس نبود، صدا نیست. حالا من رو همین سریع بگم کل امواج در واقع سمگا به این صورته که یک موج اصلی داره که اومده در واقع دور زده. دونه دونه من اینا رو چک کردم که به 78 میرسه. من این پاکش بکنم، نکنین فرض بگیریم موج یکمون طولش این باشه، میخوایم تثبیت میکنه برای ما که اینجا موج دوه. بله، تا محدوده 78 اومده و به ما میگه که من موج دو هم. پس 1-2. خب 1-2 اصلی یادتون باشه و کاملا مشهوده که A, B, C اومده پایین، C هم رسونده خودشو به اینجا. حالا خب از اینجا باید تا کجا بریم؟ وقتی که اصلیمون مشخص میکنه اینجا رو، برای صعودمون نیاز به اینجا داریم. خط قبلا کشیدم من، تو این محدوده ها میشه یعنی 1100 تومن. اون هم این هم داریم میگیم به عنوان حداقل هاست، یعنی 1.618 حداقل هاست. پس این خطیه که ما میخوایم بهش حمله کنیم. خب علتش چیه؟ نسبت سقف و کف موج یکه. اوکی، بعد حالا میریم سراغ اینجا ریز موج بررسی کنیم. خب ما میخوایم اونجا حمله کنیم. 1-2. آیا این 2 هست؟ 2 هست؟ بله هست، تو محدوده 88 و 6. این کف اینجا رو بگیریم، بیایم اینجا، بله میبینین تو خط 88 و 6 خیلی بازی کرده، کنترل شده سهم و جلوگیری از ریزش شده و خب موقعیت مناسبی بوده. پس 1-2 اصلیمون ایجاد شده توی ریزموج ها. صحبت ریزموجه. 1-2 تا 3 تا 3ش کجا میشه؟ 3 این موج میشه اینجا. میشه توی محدوده، تو محدوده 640-50 تومن. خب پس این موجی که میخواد خودشو برسونه به اون محدوده در واقع موج 3 میشه 1-2-3-4-5. اینجا من 3 رو کوتاه گذاشتم، اشتباه کردم، اینجاست. خب به این صورت این موج میخواد بره بالا، فاصلش تا اینجاست. 1-2 اصلی زده، 3-4 تا خودشو برسه اونجا. خب این مسیر طولانیه. خب باید چطوری بریم ما؟ 1-2 چیزی که اتفاق افتاده این هم موج 1-2 ریزمونه شد 3. این 3 برای رسیدن به 3 باز هم اتفاق طولانیه. پس به صورت روندی روی این قرمزا رو میبینین، این قرمزا به صورت روندی حرکت میکنن. چرا روندی؟ چون 1-2 اصلی اینجا زده شده باز دوباره تو تایم ماهانه، بعد اومده موجای روندی ایجاد شده تا 5 موجش تکمیل بشه برسه اینجا. باز شما این 1 رو نگه می 1-2 رو نگه میدارین، شد 3، بعد 4، بعد 5 که 5 خودشو به انتهای موج 3 اینجا میرسونه و بعد از این 4 و بعد 5 باز دوباره خودشو برسونه اینجا و شکل و فرم اصلی تا رسیدن به اینجا مشخص میشه. امیدوارم به کارتون بیاد. من خیلی خلاصه میگم به خاطر اینکه دوستان تو ذهنشون باشه و بتونن دانلود کنن.